پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند مالک در جهنم به اندازه سوراخ یک سوزن منفذی باز کرد و از آنجا دود سیاهی به نازکی نخ بیرون آمد. قبل از تماشای این ویدیو کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را بزنید و برای حمایت از ما فقط کافی است که این ویدیو را لایک کنید و در ادامه با کانال عیسی تیوی همراه شوید. اگر آن دود به مدت 1 ساعت بیرون می آمد، سیاهیش کل زمین و آسمان ها را فرا می گرفت و نور خورشید و ماه و هر شیء درخشنده‌ای دیده نمی شد. اما مالک آن سوراخ را با دستش پوشاند و دود از بین رفت. به من گفت از اینجا به داخل نگاه کنید. وقتی نگاه کردم دیدم که جهنم 7 طبقه بر روی یکدیگر است. بالاترینش جهنم است که مؤمنان گناهکار وارد آن میشوند و عذاب آنجا خفیفتر از طبقات دیگر است. دومی لظاست و مسیحیان واردش میشوند. سومی خطامه و جایگاه یهودیان میباشد. چهارمی سعیر است و صبیها واردش میشوند. پنجمی سقر است و جایگاه آتش پرستان است. ششمی جهنم است که مشرکان را میزبانی میکند. هفتمی حاویه است که منافقان و کسانی که ادعای خدایی میکنند در آن انداخته میشوند، مانند فرعون و نمرود. من تا به نگاه کردن عذاب طبقات پایین را نیاوردم، اما به طبقات بالا نگاه میکردم. گناهکاران امتم در آن جای گرفته بودند. وقتی به آنجا نگریستم دیدم که از آتش 70 دریا و کنار هر دریا شهری از آتش وجود دارد. در هر شهر 70,000 خانه آتشین و در هر خانه 70,000 صندوق آتشین و درون صندوق ها نیز زنان و مردان حبس شده‌اند و در کنارشان مارها و عقرب‌ها پر شده‌اند. پرسیدم ای مالک، اینان که در صندوق ها حبس شده‌اند کیستند؟ مالک گفت بعضی هایشان به انسان ها ظلم کرده و حقشان را تصاحب کردند و بعضی به عنوان بزرگی ظلم و ستم کردند، در حالی که بزرگی کردن مخصوص خداوند عزوجل است. بعد قومی دیدم که لبهایشان مثل لبهای سگ‌ها و شترها بود و شکمهایشان ورم کرده بود. سگ‌های جهنمی با پتک‌های آتشین مدام به آنها می‌زدند و روده‌های آنها از پهلوهایشان بیرون می‌ریخت و دوباره درونشان روده آفریده می‌شد و سگ‌های جهنمی دوباره می‌زدند و می‌ریختند و عذابشان می‌دادند. گفتم اینها کیستند؟ چه کردند؟ مالک گفت اینها امت شما هستند، مال یتیمخورها هستند. قوم دیگری دیدم، شکمهایشان مثل کوه‌ها باد کرده بود و درونشان پر از عقرب و مار شده بود. در شکمشان حرکت کرده و زجرشان میدادند. وقتی میخواستند برخیزند از سنگینی شکمهایشان و حرکت عقرب‌ها و مارها زمین میخوردند. باز پرسیدم اینان کیستند ای مالک؟ فرشته گفت اینها نزولخورهای امتتان هستند. بعد دسته از زنان را دیدم که از موهایشان آویزان شده بودند و پرسیدم اینها کیستند؟ مالک گفت اینها همان زنانی هستند که صورت و موهایشان را نپوشانده و به مردها نشان میدادند و برای هر کس جز شوهران خود زینتشان را نشان میدادند و به شوهران خود جفا میکردند. بعد از آن تعدادی مرد و زن دیدم. آنها را از زبانهایشان به چنگالهای آتشین آویخته بودند. ناخونهایشان مسی بود و خود را با آن پاره پاره می کردند. پرسیدم این چه قومی است مالک؟ او گفت اینان به دروغ شهادت دهندگان و سخنچینان هستند. بعد از آن تعدادی زن پیاده دیدم که بعضی از پستانهایشان و بعضی از پاهای خود آویخته شده بودند و فریاد و شیون می کردند. پرسیدم این زنان چه کردند مالک؟ گفت اینها زنان بدکار و زناکار و قاتل جنینهای درون شکمشان هستند. بعد هم تعدادی مرد دیدم که گوشت صورت خود را کنده و در دهان خود می‌گذاشتند، در حالی که نمی‌خوردند و در دهان پنهان می‌کردند. اما سگ‌های جهنمی آنها را وادار به خوردنشان می‌کردند و این کار را مدام تکرار می‌کردند و عذاب می‌شدند. پرسیدم اینها کیستند؟ مالک جواب داد اینها اشخاصی از امت شما هستند که عیب و ایراد دیگران را به رویشان آورد و تمسخرشان کرده و پشت سرشان غیبت و بدگویی آنها را می‌کردند.
بعد قومی دیدم که از شدت آتش فریاد زد و آب می‌خواستند، اما در جامی آتشین آب جوش به آنها داده میشد و وادار به نوشیدن میشدند. وقتی آب را به دهان برد و میخواستند بنوشند، از شدت جوشش آب گوشت صورتهایشان پخته و درون جام میریخت و بعد از خوردن آب جوش روده هایشان تکه تکه شد و از پهلوهایشان بیرون میریخت. پرسیدم اینها چه کردند؟ مالک گفت اینها قوم شرابخواران هستند. بعد از آنها به مردها و زنهایی رسیدم که درون تنورهایی مسی نشانده بودند و از زیرشان آتش زبانه می‌کشید و سر و بدنشان را در بر می‌گرفت و بوی بدی بلند می‌شد. پرسیدم چه کردند این قوم ای مالک؟ گفت اینها مردان و زنان زناکار هستند. گفتم این بوی گند از چیست؟ گفت این بوی چیزهایی است که از آلت‌هایشان خارج می‌شود. بعد هم تعدادی زن را دیدم که آویزان بودند که دست‌هایشان محکم به گردنشان بسته شده بود. پرسیدم اینان کیستند؟ این زنان خائنین به همسران خود هستند و مال او را حیف و میل می‌کردند. پیامبر گفت قومی دیدم که بدنهایشان شبیه خوک و سرهایشان شبیه سر سگ بود و از پهلوهایشان آتش بیرون می‌زد و عقرب‌ها و مارها نیششان زده بودند و گوشتشان را می‌خوردند. پرسیدم اینها کیستند؟ مالک گفت اینها بی‌نمازان و غسل را سبک شماران امتتان هستند. بعد هم مردها و زنانی را دیدم که در آتش عذاب می شدند و فریاد می زدند و سگ‌های جهنمی آنها را با گرز می زدند و نیزه های آتشین به شکمشان فرو می کردند و به بدنهایشان شلاق آتشین می زدند. پرسیدم اینها کیستند که چنین عذاب سختی دارند مالک؟ او گفت اینها در برابر پدر و مادر خود گردن کشی کرد و بی‌حرمتی می کردند. باز قومی دیدم به گردنشان حلقه های بزرگ آتشین انداخته بودند. پرسیدم اینها چه قومی هستند؟ مالک گفت اینها خیانت در امانت کنندگانند. بعد قومی دیدم که سگ‌های جهنمی با چاقوهای آتشین گلوهایشان را می‌برند، اما بلافاصله زنده می‌شدند و دوباره گلویشان را می‌بریدند. گفتم اینها چه کردند؟ گفت اینها کسانی هستند که به ناحق انسانها را به قتل می‌رسانند. قومی دیگر را دیدم، آنها مردارهای گندیده و بدبو می‌خوردند. پرسیدم اینها کیستند؟ مالک گفت اینها غیبت کننده ها هستند. غیر از اینها در جهنم دو گروه انسان دیدم، گروهی زن و گروهی مرد بودند که عذابشان خیلی شدید بود. پرسیدم اینها کیستند؟ مالک گفت این مردها به پشتوانه خانها و پادشاهها فقرا را کتک زد و غارتشان می‌کردند و آن زنان لباسهای تنگ و کوتاه و بدن نما پوشیده و خود را برای نامحرمان نمایان می‌کردند و هر وقت بیرون می‌رفتند مردان را به خود جذب کرد و گمراه می‌کردند. به همین خاطر سرهایشان مثل کهان شتر بزرگ شده و نمی‌توانند وارد بهشت شوند. بعد از آن گروهی از مردان و زنان را دیدم که عذابهایشان شبیه هم نبود و هر کدام عذابی متفاوت میدید. بعضی از چوبهای آتشین آویخته شده بودند و گوشهایشان پخته و میریخت و استخوانشان باقی میماند و دوباره گوشهایشان آفریده شده و پخته شده و میریخت. بعضی ها با زنجیرها و سیمخاردارهای آتشین بسته شده بودند و عذاب میشدند. پرسیدم اینها کیستند؟ مالک چنین گفت اینها با وجود تمکن مالی و صحت و سلامت بدنی نماز را سبک میشمردند. گفتم ای مالک در را ببند، دیگر طاقتم تمام شد. مالک گفت ای رسول خدا، همانطور که با چشمان مبارکتان عذابها را دیدید به امتتان بازگو کنید و آنها را از گناه برحذر کنید و به اجرای فرمانهای خدا امر و از منکر نهی کنید. عذاب خدا شدید و جهنمش 7 طبقه است. این که دیدید فقط طبقه اول بود و عذاب طبقات پایینتر بسیار شدیدتر است. پیامبر اکرم بعد از شنیدن این سخن شروع به گریه و التماس و شفاعت برای امتش کرد و گفت امتم ضعیف است و طاقت این عذابها را ندارد. پیامبر به حدی گریه کرد که جبرائیل و تمام ملائک، حتی ملائک بلند مرتبه هم با آن حضرت گریه کردند و به دعا و استغاثه پیامبر آمین گفتند. در آن لحظه از سوی خداوند رحمان و رحیم چنین پیامی آمد: حبیبی، ارزش و جایگاه تو نزد ما بزرگ و عظیم است. دعای تو مقبول ماست، شفاعتت قبول است. خوشنود باش که در قیامت به تو مقامی خواهم داد، آنقدر گناهکار از امتت خواهم بخشید تا خودت بگویی کافی است.
امت تو را بالاتر از امتهای دیگر انتخاب کردم و تو را هم شفاعت کننده آنها قرار دادم. تا جایی که میتوانی شفاعت کن، قبول خواهم کرد. خداوند ما را لایق شفاعت پیامبر عزیزمان قرار دهد. آمین. نگهبانان جهنم با مالک 19 تن هستند. به همین خاطر 19 ملک تعیین شدند. پیامبر اکرم ضامن امتش شد و خلاص شدنشان را آرزو کرد. بعد خداوند فرمود به امت تو جمله 19 حرفی هدیه کردم. اگر امتت بیوقفه آن را بخوانند، آنها را از 19 نگهبان جهنم و سگهای جهنمی در امان نگه خواهم داشت. آن جمله این است: بسم الله الرحمن الرحیم. حق تعالی همه ما را به حرمت پیامبر عزیزمان از جهنم برهاند. آمین.